توی این ویدیو میخوام بهت بگم چرا به جای USDT یا همون تتر از ارز $1 RZUSD خرید کنی. خب ما الان اومدیم روی کانترکت یا کدهای USDT یا همون تتر روی شبکه TRC20. یه سری کلمه داریم که مربوط به فریز شدنه، اونا رو سرچ میکنیم مثل بلک لیست و فریز. خب اینجا برامون کلی کد میاره که داخلش این کلمات به کار رفته و تا الان هم خیلی مورد داشتیم که تترها روی این شبکه فریز بشن. حالا برای مقایسه میریم روی RZUSD که روی شبکه بایننس یا بتلیسته. همون کلمات رو مجدد سرچ میکنیم. بلک لیست، فریز. خب میبینیم که هیچ این دفعه توی سرچمون نمیاد. پس بهترین کاری که میتونیم بکنیم استفاده از ارزهای دیجیتال غیر متمرکز $1 مثل دای و RZUSD. همین الان توی کوین مارکت کپ سرچش کن.